Салом دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز نموری ما را بینید. من از درون ویدیو کرده استم. بهت این هوا خنک گفته که شمال سخت بیرون برآمدن. من نگفته که برای هم قدر در بیرون هیچ کنیسته کم مدام ولی چند مدت هوا خنکی بد کردیست از کم در آدم بیرونی برای برای که روی شمالی سخت درختان شکستن شدن ممکنه. به خاطر همین آدم ها کم میبرن گلاکوس نه کم میبرن که درخت ها یک وجیده بلاشون چپه نشون گفته. مادری من هم تاجیکستان زنگ داده که امروز بچم بیرون برای که شمالی سخت گفتیان در تلویزیون برف گفتیان وزید در این زمان در سنت پترزبورگ باشه برف برده سالکای نکی ماده مسکو که هستیم ماده حالی نیست فقط هوا خنک از شمال شده است خیلی برف نیست بارون میزنه یکی و نکی خیلی مثلا چه بگم برف نپریده است اگر گفته سیان که برف میبرن اگر این دفعه برف بره با فکرم که خیلی در روی زمین میسته اگر برف ایستادنک باشه. امسال نکی زمستان بسیار شد هم در تاجیکستان هم در روسیه. آن پیشی خانه ماده فلاشات که دیدی که بوده که باید میکنم کم درک دورتر که خیلی جنستیک میبینیم رستورانه. سلام به شما دوستی عزیزم. در این ویدیو شما میفهمید که چه از کاری هر روزه خودتان فایده به دست بیارید. اکنون خودتان را در مغازه و یا بازار تصور کنید. شما برای خانه لوازمات‌های اولین درجه را خریداری میکنید. به مانند صابون، شامپون، پراشوک لباسشویی و غیره. و شما کچست و نرخ و خدمت رسانی معقول شد. بعد شما این مغازه را به دوستان شناسایتان توصیه میکنید. بعد از مدت آنها نیز از این مغازه با مصلحت شما خریداری میکنند. در جواب مغازه برای خریداری دوستانتان به شما مبلغ معینی را میدهد. بعد باز دوستانتان به شناسای خودشان این مغازه را توصیه میدهند و از خریداری آنها نیز مغازه به شما مکافات پولی میدهد. به شما معقول شد این طرز کار کردن برای توصیه کردن مکافات پولی گرفتن. کمپانی فابلی برای خریدار بودن شما و دوستانتان به شما مکافات پولی میدهد. به همین طرز به آخر همان قدر خریدار بسیار همان قدر پول زیاد. این نمود فایده برای هر یک اشتراکچی این گروه دخل دارد. برای این چی باید کرد؟ استفاده برنده محصولات کمپانی فابلی میشوی و به دیگران نیز درباره فایده های کمپانی میفهمانی و پول کار میکنی. برای چی ما خودمون باید استفاده برنده محصولات این کمپانی شویم؟ برای آنکه آن چیزی را که ما خود استفاده نکرده ایم چه به دیگران توصیه میدهیم. فابلی برای همه موافق است. در اینجا محصولات های هر روزه استفاده میشدگی با تمام نرخ به همه سن و سال هر یک شخص چیز معقوله خودش را مییابد. چقدر آدم لازم است برای کمانده شما برای موفق شدن؟ شما دو شناسه که به آنها محصولات کچ و پول لازم دارند به کار دعوت میکنید. هر یک آنها نیز دو نفری دیگر را به کار دعوت میکنند. کمانده شما روز تا روز زیاد شدن میگیرد. و نظر گیرید شما همگی 6 آدم را دعوت کردید ولی در کمانده شما الکی 60 نفر شدند. هر یک آنها برای خانه خود محصولات های کمپانی فابلی را خریداری میکنند با 50 ولی و همین خیلی توربرات کمانده شما 3000 $، را تشکیل میدهد و شما الکی دایرکتور شدید. فایده دایرکتور $500 در یک ماه جمعی $900 بونوس. یاردم دهید به دو دوست خود آنها نیز دایرکتور شوند و شما سلبرنی دایرکتور میشوید و فایده شما در یک ماه $900 جمعی $1800 پرمیا بونوس. در کمانده شما سه دایرکتور الکی شما زلاتای دایرکتور فایده شما $1500 در یک ماه جمعی $2700 بونوس. باز جمعی پوتشستری تحفه از طرف کمپانی. این تنها سرشویش بود. دوام دهید به آدمان یاری رساندن را آنها هم موفق شوند و فایده خود را زیاد کردن گیرید. شما با نرخ از 20% ارزان خریداری کرده فایده از 3% تا 23% را به دست میآورید و بونوس‌های بستر سرد بونوس برای звание نو دایرکتورسی بونوس استابیلنس بونوس развития بونوس материнства پوتشستری به پول هر یک 3 هفته پس پول‌های خود را از بانک میتوانید بگیرید و کمانده خود آدمان را از تمام روی دنیا به کار دعوت کرده میتوانید. شما با اینترنت در وقت‌های خالی میتوانید پول کار کنید از خانه نبرآمده.